احفظ الله تجده تجاهک. الله را به یاد داشته باش، هر جایی که باشی الله با کمک تو، به شرط که تو الله را به یاد داشته. دیگه چی درس برش میده؟ سعی کو دعوتگر مسلمان میگه وعلم، بفهم و عبدالله ابن عباس ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اگر کل امت بخوای بر تو که نفع برسانه، چیزی نفع رسانده نمیتونه مگر آنچه را که الله برات نوشته کرده. و ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء، اگر کلشان جمع شود بخوای بر تو ضرر برسانه، لم يضروك، ضرر رسانده نمیتونه الا بشيء قد كتبه الله لك عليك، مگر چیزی که الله برات نوشته کرده. اگر الله یک گلاس آب پل چرخی برات نوشته کرده باشه، والله تو بری که 16 قسم دیپلماسی کنی میبرنت. اگر در گوانتانامو برات یک گلاس آب نوشته شده باشه، تو بری که 16 قسم واسطه داشته باشی میری. اگر نه که نوشته نشده باشه، باور بکن که مجاهدی را میدیدیم که در میشار کابل هم چکر میزنه، هم تو بیغم میگرده، دل امریکایی را از زندگی سیاه کرده، الله حفظش کنه. گپ پیغمبر و ما ینطق عن الهوا، گپ پیغمبر از هوای خود گپ نمیزنه. این هو الا وحی یوحی، بر تعقیده میتونه. اگر کل دنیا بخواه برات نفع برسانه، کس برات نفع رسانه، اما چیزی که الله برات نوشته کرده سببش یک کس میشه. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده و کتاب ها چی شده؟ این حدیث کلان با ترجمهش نشته کنید دیوال خانه تان. با این هر روز که جگرخون از کس خفه بودی این حدیث یک دفعه بخوانید، باز از هیچ کس خفه نمیشی.